وبسایت تاینی موویز تقدیم می کند. بالاخره شد. البته خیلی طول کشید جوزف. همینطوره، شما 20 سال تو این کارید. درسته پسرم، ولی یادت باشه شهر رو من در یک روز بنا نشد. اگه این کاری که من تموم کردم موفقیت آمیز باشه، بزرگترین کشفی که توی جهان علم رخ داده. این در واقع مجموع جوانیه، آرزوی همه است. فکرشو بکن، چند قطره از این دارو میتونه تو رو 30 سال جوان‌تر بکنه. ببین کی در میزنه جوزف. عصر بخیر آقا، اینجا منزل پروفسور نودله؟ بله. اومدیم لوله بخاری رو تمیز کنیم. بفرمایید داخل. ممکنه بفرمایید بخاری کجاست؟ تو این اتاق پیداش میکنید، چسبیده به دیوار. کی بود جوزف؟ 2 نفر برای پاک کردن لوله بخاری آمدن. خوبه. داری چی کار میکنی؟ تو اینجا بمون و کاملا مواظب باش، من میرم پشت بوم. واسه چی؟ میخوام تا اونجایی که ممکنه تنهایی کارمو انجام بدم. هی یکش بفرمایید. تو چی میخوای؟ منظورم تو نبودی. چطوری میرن پشت بام؟ از طریق اتاق زیر شیروانی، درش هم بالای پله ها. تو میدونی اتاق زیر شیروانی چیه؟ از دریچه روی سقف میمونن. برو تو دیگه. سه قطره معجون دیلوتا. 1 2 3.
فشارش نده بالا تا من بهت بگم. خب حالا با آهستگی و با دقت فشار بده. یکم بیشتر، بازم بیشتر، تا جایی که میشاد رفت. خیلی خوب، حالا برو سراغ اون این قضیه. دیگه چیزی نیست. یه کاری بکن، نمیخوام همه روز اینجا باشم. بالاخره چیزی پیدا کردی؟ آره، یه دقیقه دیگه میاد بالا. خوبه. یه فشار دیگه بدی کار تمومه. One half drop of hippie, hippie, Louis Salty. ممکنه خواهش کنم بری در رو باز کنی من بیام تو؟ یه نیم قطره دیگه. تو خیلی اذیت شدی. من چیزی برای گفتن ندارم. تو برو به کار خودت برس، منم کار خودمو میکنم. برا بابا بابا آی او 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 نه یه جایی با صندلی الکتریکی اعدامت کنم. یارو منظورش چی بود؟ من چیزی برای گفتن به تو ندارم.
باید زودتر اینجا رو تمیز کنیم و بزنیم به چاک. حالا شدی یه کار درست و حسابی انجام بدی؟ من چیزی برای گفتن ندارم. نقاشی قشنگیه نه؟ آره. موندم این نقاشی کجا؟ یه منظره تو آسمون. کاش میرفتیم اونجا ماهیگیری. یه دونم از اینا. حالا آخرین آزمایش. آی بالاخره موفق شدم. یافتم یافتم. جوزف کجاست؟ جوزف؟ یکی رو میشناختم که نزدیکی های جورجیا کفاشی داشت. نه مفهوم پیش خدمتمه. رفت دنبال صندلی الکتریکی. کاری دارید که ما براتون انجام بدهیم؟ بله، فکر خیلی خوبیه. شما نخستین کسانی هستید که شاهد کشف بزرگ من هستید. معجون جوانی، این کشف منه. کار خودمه. بیای بریم. اگر وای بیای از جاتون تکون نخورید. نگاه کنید، حالا این جوجه اردک رو به تخم تبدیل میکنم. یک موفقیت. حالا من میتونم آدم ها رو جوان بکنم و به هر سنی که دوست دارم از این تو در بیارم با چند قطعه معجونی که به اونا میخورونم. حالا بشریت به ارزش من پی میبرد. خواهیم دید پروفسور. خداحافظ. بیسید، باید تا آمدن پیش خدمتم باشین. از اون برای آزمایشم استفاده میکنم. جوزف کجایی؟ جوزف کجایی؟ جوزف کجایی؟ خب نظرت چیه؟ یه جورایی داره من قلقلک میده.
اگه ما از این مجون بخوریم جوون میشیم نه؟ این فکر بکریه پسر و بزن با هم بریم به عالم جوانی. بیا حواست باشه چقدر میریزی خیلی کوچیکسار نباشه. با اون قطره چکون رو بده به من. اولی منو نمیشناسی؟ نمیخوای با هم حرف بزنی؟ من چیزی برای گفتن ندارم. تاینی موویز مرجع دانلود فیلم های دوبله به فارسی.